حالتون چطوره؟ خیلی از دوستان مشکل اینو دارن که با دستگاه قند خون نمیتونن کار کنن. ما امروز اومدیم یه دستگاه قند خون با کیفیت رو بهتون معرفی کنیم و نحوه کارکردش رو بهتون یاد بدیم. این پست رو لایک کنید، بیاین ادامه ویدیو. خب دوستان، دستگاه قند خون ایزی گلوکو رو آوردم براتون. یکی از دستگاه‌های تاپ بازاره. میریم برای نحوه کارکرد دستگاه. ببینید داخل دستگاه 50 عدد نوار هستش و 50 عدد سوزن. حالا سوزناش استفاده شده. یه قلم که سوزن داخلش قرار میگیره و میتونید خونگیری کنید. حالا چجوری ما خونگیری رو انجام بدیم؟ در اینو به این صورت باز میکنیم، سوزنش رو یه سری داره میکنیم، داخل این قرار میدیم، بعد مجدد درش رو میبندیم. درجه داره برای عمق تزریق سوزن که شما میتونید این درجه رو کم یا زیاد کنید. برای پوست زخیم 6 و برای پوستای نازک بین 3 تا 4. حالا ما روی 6 میذاریم و با این دستگیره مسلح میشه، با این دکمه هم ضربه میزنه. خب ما قلم رو مسلح میکنیم، میذاریم کنار. حالا میایم دستگاه اصلا نیاز نیست روشن کنیم، دکمه هاشو اصلا نیاز نیست بزنیم. یه دونه نوار ور میذاریم از داخل قوطی به این سمت فلشی که خودش هم اشاره کرده، به این صورت داخل دستگاه قرار میدیم. دستگاه خودش روشن میشه. بعد میایم چیکار میکنیم؟ میریم سراغ خونگیری. یه ذره طول میکشه. این خون رو روی این کیت قرار میدیم و خودش میره داخل. ببینید الان قند رو نشون میده. بعد از چند ثانیه 114. خیلی ممنون که تا اینجا پست ما رو همراهی کردید. این پست رو برای ما لایک کنید. اگر لایک نکردید قلب سفید و قرمزش کنید. نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و این پست رو برای دوستاتون که نیاز دارن بدونن چه دستگاهی خوبه و اگر بلد نیستن با آن کار کنن یاد بگیرن، ما رو فالو کنید تا از پست‌های بعدی جا نمونید. خدا یار و نگهدار.